همیشه از قهرمانای خود، از ورزشکارای خود یاد کردیم که در میادین مختلف ورزشی اینا رقابت‌های خوب را انجام دادن به افغانستان و افتخارات بزرگ را کسب کردن. شما در گذشته نزدیک نه چندان دور که شما شاهد بودن که در 31م سنبله رقابت‌های مبارزات آزاد به میزبانی کابل برگزار شد که قهرمانای کشور پاکستان، ایران و همچنان آذربایجان شرکت کردند، با رقابت کردند با افغانا و رقابت ها هم به نفع افغانا به اتمام رسیده. یکی از سازمان های معتبر که سازمان مبارزات آزاد است، فعلا فعالیت های خوب داره و نشرات مستقیمش را از رقابت ها را شما به گونه زنده مستقیم است آرتی اسپورت، میلی اسپورت شما شاهد بودین، تماشا کردین، رقابت‌های جذاب و دیدنی بود. و فعلا هم نصرت الله نگزاد رئیس سازمان ورزشی MKFC رو دارم، همین سازمانی که رقابت‌ها برگزار میشه و عنقریب هم شاهد خواهد بودیم که رقابت‌های تازه از مبارزات آزاد را و ما هم نشرات تازه خواهد داشتیم. نگزاد صاحب سلام، خسته نباشی، صبحت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم سلام احترامات با شما، همچنان با تمام بیننده تلویزیون شما. در هر څه مخ کې د هرات زلزله ځپلو ته شهیدانو ته اجرونه غواړو و همداراز د زخمیانو لپاره عاجله شفا غواړو. آمین. بخیر باشین. نگذار صاحب، بین روی بحث ورزشی انشالله که شما مصروف هستین، انشالله که کارا به درستی پیش رفته باشه. تا ایدم مصروف چی کارا هستین در سازمان کم وضاحت بدین؟ فکر کنم رقابت ها هم ادامه داره. بله، عباس محترم، هموطنان عزیز ما شاهد هستند که در اواخر سازمان MKFC تقریبا 4-5 ماه میشه فعالیت آغاز کردیم که در این 4-5 ماه ما بسیار توانستیم که بسیار برنامه‌های خوبی را بگیریم بر جوانای افغانستان و الحمدلله موفق هم شدیم. و فعلا مسابقات ما هر ماهانه ما تقسیمات داریم که تا دو مسابقات بیاین ورزشکارا فاید بکنن که از مسابقات همشان رایبی به شکل رایبی هستند که بر هر کاتگوری ما توانستیم که یک کاتگوری مسابقات را برگزار بکنیم. مثلا مسابقات آماتور از نیمه پروفشنال است، بعد از او فایت پاس است، بعد از او اندرکارت و ماین کارت. فعلا ما در مسابقات رایبی خود که آماتور و نیمه پروفشنال همچنان فایت پاس مصروف است. خیلی خوب. در رابطه با رقابت هایی که 31 سنبله برگزار شد، در او رابطه هم معلومات بتین چطور توانستین که دعوت بکنین از مهمانان خارجی ما داخل کشور؟ میزبانی درست کردیم یا خیر؟ واقعا قسمی که ما فکر میکردیم از او فکر ما هم الحمدلله برنامه بسیار خوبتر شد و بسیار بزرگ شد و طبعا مشکلات بود در دعوت کردن خارجی ها در شرایط ها. حالا الحمدلله همه چیز خوب است. ما هم پیام داده میریم به تمام دنیا تا ورزشکارایش به همه تجارایش به افغانستان از نزدیک ببینه، یک پیام مثبت ببره. انشالله نمایندگی از در بخش مهمان نوازی خارجی را انشالله الحمدلله سازمان MKFC بسیار خوب کرده. ما از خود شما میشنم، شما هم افغان هستین، کوشش کردین که چهره واقعی افغانستان رو به جهانیا، به اجزایی که خارج از کشور هستن، به خارجی ها شما به نمایش بگذارین. اونا ما سخنهای کمشان شنیدم که اصلا میگفت که ما را باور ما نمیشه که در افغانستان چون کمپ باشه، اما کمپ MKFC را میگفت. دیگه چی گفتنی داشتن؟ حرفای دل خود را که زدن، انتقاد پیشنهاد خود نداشتن؟ طبعا در یک اداره یک انتقاد یا پیشنهاد هر ورزشکارا هستند در افغانستان. خب ما به این توانستیم که تا جایگاه خاصی را در افغانستان بگیریم الحمدلله و نه تنها که بگویم ما خود ما بگویم خاص، اما افغانا میفهمند از زیرا که سازمان MKFC رهبری سازمان الحمدلله بسیار با خوبی پیش میرد. ما شاهد از این هستیم که اکثر ورزشکارا ناامید بودن، اکثر ورزشکارا پشت ورزش الا داده بودن، تمرین نمیکردن، اکثرشان مشکلات یا برگزاری مسابقات نبودن یا هم مشکلات دیگه داشتن و نمیتونستن که در صحنه بیاین. ما الحمدلله توانستیم که او ورزشکارایی که ناامید بودن، او ورزشکارایی که از ورزش میخواستن کنار برن و پس آمدن، یک امید برشان پیدا شدن انشالله و
میاین در MKFC مسابقات خود میکنن، قراردادهای خود گرفتن، تمرینات خود میکنن و همچنان یک کاری که ما تا به حال دیدیم که اکثر ورزشکارا کشورهای همسایه رفته بودن به خاطر که از کشور براین یا برن بیرون از کشور اونجا تمرینات خود کنن، یا ما اکثرشان میبینیم که با ما با تماس هستن. حالا و شما دیدین که در این مسابقات هم 2-3 فایتر از او را ما اشتراک داده بودیم، ما آمده بودم پس افغانستان. همین خودش با ما یک افتخار است که تمام افغانای ما را پس خود افغانستان میبینیم. خیلی خوب، با ما یک افتخار بزرگ است، شما هم افتخار ما هستین تا به جامعه ورزشی خدمت میکنین. در کنار شما ایستاده هستیم، خیلی سپاسگزار هستیم نگذار صاحب. بین در رابطه با این هم بشنویم که چند رشته در این کم تمرین داده میشه، تنها مختص رشته مبارزات آزاد است؟ عباس محترم څنګه چې MMA یا مکس مارشل آرټس د نوم نه معلومات کیږي چې دا ترکیبي لوبه ده. دغه د ټولو ورزشي رزمي ورزشونو څخه جوړه شوې ده. د کې بوکس، کیک بوکس او پهلواني، ګریپلینګ دا ټول کارول کیږي. نو طبعا د مونږ کم الحمدلله با تجربه او مجرب استادان دي مونږ سره چې هغه په ټولو رشتو کې پوره مهارت لري او کار کوي ټولو سره په بوکس بخش کې، کیک بوکس کې، پهلواني کې. نو مونږ کوشش کوو چې ټول ورزشکاران سره په هر بخش کې کار ولرو، تمرین وکړو. خیلی خوب، خودت هم یک قهرمان هستی، رقابتایی در ما مشاهده کردیم. آیا شاهد خواهد بودیم که نگزاد هم داخل کیج مبارزات آزاد رقابت خواهد کرد با افغانستان؟ بله، ما خود زیاد میخوایم که مسابقه بکنم، پس به مسابقات خود دار بگیرم و اینجا مشکلات و یک مدیریتی که به ما داده شده و مسئولیتی که دارم و یک خودم هم به خاطر از این نمی گرفتیم مسئولیت که باید ما در این مسئولیت چیز کنیم. به خاطر که ما یک ورزشکار، یک فایتر هستم، به خاطر جوانای افغانستان، به خاطر ورزشکارای MMA کارای افغانستان که دواخل بسیار در شرایط سخت بودن، نخواستم که مثل خودم صدها جوانا از ورزش دور شوند یا از مسابقه کردن دور شوند. همین قربانی را تقریبا 6 ماه 1 سال میشه که ما دادیم، مسابقه هم نکردیم. پیش از این ما در لاهور با حریف مسابقه داشتیم، حریفی از سرسختم بود که واقعا چندین افغان ها را هم زده بودن که الحمدلله توانستم او حریف ما در راوند اول بزنم. او بعد از او باید ما دوام میدادم تا دیگه مسابقات خودم سر در سر میکردم. خب اینجا موضوعی آمد که سازمان و موضوع آمد که یگان مشکلات MMA داشتن در اداره ورزشی که تا توانستم الحمدلله بر همه مشکلات و بر همه چیزی که ما داریم بر از یک رای منظم جور کنیم تا تمام ورزشکارا پیش برن. خیلی خوب، از مشکلات هم یاد کردین. روابط کمیته ملی المپیک، فدراسیون هنرهای رزمی با شما چگونه است؟ رحمانی صاحب در اصل قرار داره فدراسیون، ما اونا رو مهمان داشتیم. بله، الحمدلله اداره در همه ادارات که ما ببینیم، امارات اسلامی یگانه کار خوبی که میکنن که نفرای را تعیین میکنن که تا با امو اگر با او کار از او اگر قسمشان نباشه تا با احساس خدمت در قلبشان است. خب کلانای ماست، اگر رئیس ورشه رزمی باشه آدم کارکن است و خدمتگزار است و بسیار همراه ما همکاری کرده و همچنان وسیق صاحب، حافظ زدران، معاون صاحب که واقعا همراه ما از بسیار وقت به مشکلات MMA که اگان مردم جور کرده بودن، توطئه‌ای جور کردن به خاطر MMA که تا MMA پس بره و فدراسیون های دیگه. این ما حق ماست، هر رشته حق از این داره که کار بکنه و خود رشد بکنه. او که ما رشد کردیم و MMA رشد کرده در افغانستان، نه تنها در تمام دنیا، فدراسیون های دیگه خفه نشود دیگه و باید کار بکنه تا امی به قسم MMA یام پیش برن و رشد کنن، به حالت از یا نبین که MMA ایترس یا MMA برای مشکلات برش جور کنه، برای MMA بگه که ولایی در چوکات تربیت بدنی نیست یا بگه در چوکات ورزشی هم است. و MMA فعلا در دنیا برن سرچ بکنین، کلانترین فدراسیون MMA داره که IMF است، که برن در انترنشنال سایت ها ببینین که کلانترین رشته که است فعلا در رزمی MMA است. خب اگر اینجا در افغانستان به
شیوایی که اولا آمده بودن رشته را نمیشناختن، کسی چپول بازی میگفت، کسی چیزی میگفت. حالا الحمدلله تمام جوانا، تمام ورزشکارا به این فهمیدن که MMA یعنی چی. MMA ما و شما از نامش باید دیره نگیریم که اینجا در افغانستان فری فایت، نه، این مبارزات ترکیبی است که از ورزش‌های رزمی گرفته شده. این ترکیبی جور شده. انشالله ما زیرا داریم که تا دیگه هم پیشرفت بکنیم. انشالله به تصمیمتان انشالله برسین به هدفی که تعیین کردین و تصمیم گرفتین. از انترفیس برای ما بگین، کسایی که میخواین در رقابت اشتراک بکنن چند از پول که پرداخت میشه؟ و یک موضوعی که ما در سازمان‌های خارجی دیدیم، اونا وقت ورزشکارشون که مربوط سازمانشون میشه، اگر رقابت را برنده میشه پول خدا را برشان جایزه نقدی در نظر گرفته میشه، و اگر بازنده هم باشه به خاطر از اینکه تشویق شه و مایوس نشه و انرژی منفی نگیره، اونا را هم پول و یک مقدار پول برشان جایزه مادی تعیین میکنن. شما هم چنین سیستم را دارین؟ به گپ خوب اشاره کردین و بسیار چیز است. ما بر همه فایترها و هر ورزشکارا معلوم است و تمام مردم هم معلوم است که این کار برعکس در افغانستان میشه. به گپ شما اینجا هم میاد در سازمانت مسابقه میکنه و هم ازش پول گرفته میشه. البته مسابقات پروفشنال لایف. ما و شما شاهد هستیم که ما به ورزشکارا نه تنها که پول بگیریم، پول برش پس دادیم. پول برشان از طریقای دیگه اسپانسر شد، مالی کسی که حمایت کرد، تجارا آمده بودن. ما از طریقای را یک راه جور کردیم تا برای ما ورزشکارا، چیزی که بر خارجی ها بود برای افغان ها هم قسم چیز کردیم. و این کار باید هم شود، حق یک ورزشکار است. او سالا زحمت میکشه تا بیاید در صحنه و باز هم پول بده. این پول گرفتن در افغانستان رواج است. اکثر سازمان ها این کار میکنه. ما باز هم سرشان صدا میکنم که حال در این زمان سازمان ها ما قضیه شده از ورزشکار که سازمان ایره ما سرش صدا میکنیم. اگر کدام برنامه ریزی داری، اگر در آینده کدام راه خدمت اگر داری، بخوای که یک خدمت بکنی، درست است همه چیز بخوای، اما در کنارش خدمت باید دور نسازیم. ورزش میگه نام داره نام نداره، ایره همتان متوجه باشین. هر سازمان اگه این کار میکنه از ورزشکار پول میگیره یا میخواه غیر قانونی کارایی را انجام بده که او سبب ازی بگرده که به تمام کاران نامبدی شا، اول از همه ما دفاع زیرا میکنم. ما استادگی میکنیم تا این کار نشده افغانستان. و ورزشکارا را میگم که هر سازمان میره، ورزشکارایی که ثبت شیرداگ داره، تاپولوژی داره و در سایت های جهانی است و هیچ نوع پولی نده در هیچ نوع سازمان و نه حقشان میشه که پول بده. خیلی خوب. از شفافیت حکمیت بر ما بگو، از شفافیت داورا و نمره‌دهی بر ما بگو. شما سمینار را دایر کردین که مثلا هم کوچینگتان درست باشه، یا هم در بخش مربیگری یا کوچینگ یا در بخش امتیازدهی کسایی که مسابقه فعلا راهیابی را میگیرن یا فایت پاس هم میگیرن، شفاف هستی پروسه؟ به خاطر من این موضوع را میگم که چندین بار و خودتان شاید شاهدی موضوع باشین، در بسیاری از سازمان که خودتان یادآور شدین سازمان بیشتر از ورزشکار شده، فعلا سازمان های زیاد است، وقت مسابقه می باشه کسایی را در حکمیت میشونن که در رشته دیگه اصلا از MMA نمیفهمن، در رشته دیگه امتیاز رشته دیگه را به اینا میده. یعنی که ورزشکار با مشکل مواجه میشه، افگار میشه، ورزشکار صدمه میبینه، باز بعدش هم میبینه که باخت اعلان میشه رقابتش. شما چقدر شفافیت را در نظر گرفتید؟ بسیار به گپ خوب اشاره کردین. داور و حاکم یا کسایی می باشد که بی طرف باشند و دمو رشته مسلکی باشن و سمینارهای را دیده باشن. ما یک پروسه در این عرصه داریم، سازمان MKFC، و انشالله سر از ما یک ذره برنامه زیاد شد، نتانستیم که بر هر برنامه زود برسیم. ما یک پروسه زیرا داریم که تا بر تمام میمیکارا و سازا اساتید محترم یک سمینار بارهاست، یک بار نه، ما یک به شکل یک کورس، یک ورکشاپ ایره داوری را ما دایر بسازیم و رسما اسنادهای زیارت بتیم از طریق سازمان تا او بتواند در تمام دنیا در سطح بین المللی و خارجی
بتانن که اسناد داشته باشه و در سایت جهانی هم ثبتش بکنیم به حیث یک داور. ما این کار انشالله میکنیم. و این مشکلات است غیر مسلکی است اکثر جا و این گپا میآید در هر سازمان. این گپا هست، اینطور نیست که ما بگیم در سازمان های ما هم شاید باشه. خب ما کسایی را انتخاب میکنیم بر لایف یا مثلا مسابقات لایف که ماین کارت ما که بر از او تمام دنیا منتظر می باشه. هر به خاطر از او کسایی را میخواهیم که او از بخش آماتور، نیمه پروفشنال و باز فایت پاس می بعد از او خوب با تجربه باشه تا در داوری ماین کارت یا لایف ما خوب بکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله ما به شاید سیمینارهایتان باشیم انشالله که در آینده هم به ورزشکارا و کوچینگ اینا یک سازمان معتبرتر است در فعلا در خط سازمان‌های میایه که در خط اول قرار داره فعلا در شرایط فعلی و MKFC با وصفی که نو تاسیس است واسه توانسته جایگاه خاص خود را پیدا بکنه. بیاین روی روابط هم صحبت کردیم که با فدراسیون شما روابطتان چگونه خواهد بود. آیا از سازمان MKFC تا فعلا ورزشکارا را در تصمیمش دارین یا برنامه‌ریزی کردین که از طریق سازمان MKFC برین رقابت هایی که بیرون از افغانستان برگزار میشه به نمایندگی از افغانستان برگزار بکنین در هماهنگی با سازمان شما؟ پیشنهاد شده از بیرون؟ بله، ما میخواهیم که ورزشکارای از افغانستان بروند به دیگه کشورها فایت بکنه. خب اینجا قسمی هستن که برنامه قدر فعلا ما شاهدش نیستیم که تاریخ های اعلان شده باشه و انشالله ما کوشش میکنیم فایترهای خوب ما را از افغانستان معرفی بکنیم به سازمان های معتبر و مچ میکرهای ما الحمدلله همشان تم تلاش از می هستند تا به ورزشکارای یک راه و یک مسابقات خوب و به خصوص به افغانستان یک دستاورد خوب بکنن. و MMA هم قسمی که شما میبینم مستقل است. ما بیخی از اگر درست ما در چوکات تربیت بدنی آمردیم فعلا در ورزش‌های رزمی. خب برنامه‌ای که بر ما برنامه ریزی شوه از طریق تربیت بدنی نمیشه. او باز ما میتونیم از مثلا ما خودم از طریق سازمان بکنیم این کار که تا به دنیا روابط خود داشته باشیم با سازمان‌های دیگه ورزشکارا رو معرفی بکنیم. خیلی خوب. نگذار صاحب، در رقابت هایی که در پیشرو داریم چند نفر اشتراک خواهد کرد و در رابطه به مسابقات بر ما معلومات بده که دقیق در کدام تاریخ است؟ مسابقات ما در ماه آینده دسامبر تاریخ 9 مودعی ما تقریبا 6 جوره گرفت انتخاب کردیم که تا شما دیدین یک چند روز پیش به نام احمد قیس جسور که یکی از ورزشکارهای خوب کشور است قرارداد گرفتن و فایترهایی که دیگه جوره میشه انشالله به همشان هماهنگی شده. یک 6 جوره است. یک 3 فایترهای خارجی میاین که از کشور روسیه، بلاروس و آذربایجان می باشه انشالله. خیلی خوب. از پروسه راهیابی برای ما بگوین ورزشکارا چگونه میتونه که فرصت دارن آیا که حالا اشتراک بکنن یا وقتش گذشته و اگر میتونن اشتراک بکنن با کدام هزینه با کدام راه؟ فایترهایی که طبعا در تمام دنیا می موضوع است. فایترهایی که نو میخواه بیاید در صحنه، سازمان یک شخصی چیز است. خب بازم ما قسم کار کردیم مثل ملی، شما مردم تمام افغانستان میفهمند، مثل یک فدراسیون، مثل یک ملی در ولایات ما مسابقات برش دایر میکنیم تا بهترینای افغانستان ما پیدا. یعنی از مصارف سازمان اکثر وقت میشه. تقریبا تا در 3 ولایت ما مسابقه گرفتیم. یعنی جمعه آینده به خاطر هم میخوایم که از اون ولایت فایترهای خوبش معرفی شد، بهترینش بیاد و هم خواستیم که به خاطر دواخرها در هرات زلزله که شدن به خاطر از یک چیزی از طریق همکاری شود و پیسه جمع شود تا با او مردم هرات هم بله روان بکنیم تا اونجا یک صدقه بدیم. و همچنان ورزشگاه بر خاطر فایت پاس ما گفتم که هر فایتری که میخواست پایین با بالا بیه طبعا دوالا مصارف خود داره. او مصارف نیستن که خدای رخصه و ورزشکارا نتوانن یا دیگه مصارفی هستن که خودشان میاین در سازمان بر از پس مصرف میشه، پس بر از یک فیلم گرفته میشه، مثلا وسایل داده میشه، یگان چیزهای ورزشی. همین موضوعات است که پس بر از مصرف میشه.
خب در مسابقات فایت پاس تا فایت پاس فایتر میتونن که مصرف خود بتن تا در کارت، مگر در مین کارت ما پول نمیگیریم و پول و نباید بتام به خاطر که فایتر دیگه بهترین شد باید سر از او سرمایه گذاری بکنیم. خیلی خوب، به عنوان آخرین سوال میپرسم خیلی کوتاه اگر جواب بدین نگزاد صاحب، که در کدام ولایت فعلا رسیدیم، کدام ولایت ها گذشته رقابت هایش؟ ولایت کاپیسا بود، پکتیا بود و غزنی. فعلا ما غزنی ولایت مسابقات داریم و انشالله جمعه دیگه بخیر آینده که میاد مسابقات ما در ولایت غزنی است و همچنان در کابل هم است. دیگه مسابقات ما دوام داره انشالله. بخیر با عزت باشی. نصرت الله نگزاد رئیس سازمان ورزشی MKFC که با ما صحبت کردیم و معلومات کافی از شما گرفتیم. میشه پیامت را بشنویم در اخیر؟ در اخیر پیام به تمام جوانا و ورزشکارای افغانستان به حیث یک برادر کوچکتان، به حیث یک ورزشکار کوچکتان همی است که بیایم با اتفاق باشین، اتحاد داشته باشین و از یک آدرس کار بکنیم تا به تمام افغانستان یک دستاورد خوب داشته باشیم و با عزت افغانستان کار بکنیم و با سربلندی افغانستان کار بکنیم. با امید یک افغانستان سربلند. خیلی سپاس از اینکه حضور یافتی نگزاد صاحب. امید درخشش بیشترت موفق باشین. سپاس، سلامت باشین. بخیر باشین.